که بسیاری از یاران دبستانیمان در دانشگاه‌های سراسر کشور مورد غضب سرمستان از باده قدرت قرار گرفتند و اکنون در زندان‌ها به سر میبرند. به راستی مگر مجید توکلی، بهاره هدایت، مجید دری، آرمان رضاخانی، آرش صادقی و صدها دانشجوی گمنام دیگر چه گفتند که پاسخشان زندان‌های چندین ساله بوده است؟ مگر کیانوش آسا، سهراب اعرابی، محسن روح الامینی و دیگر شهدای جنبش چه خواستند که جوابشان گلوله آتشین بوده است؟ ما دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان امروز اینجا جمع آمده ایم تا همزمان با دانشگاهیان سراسر کشور اعتراض خود را به وضعیت اسفبار و حزن‌آلود حاکم در دانشگاه‌ها بیان کنیم و در پایان حداقل خواسته‌های خود را به صورت زیر اعلام می‌کنیم. 1. آزادی بی‌قید شرط تمامی فعالین سیاسی زندانی، خصوصا دانشجویان زندانی که در روندی کاملا غیرقانونی، غیرعادلانه و خودسرانه بازداشت و روانه زندان شده‌اند. ما دانشجویان تمامی احکام فله‌ای صادر شده، اعترافات نمایشی و تحت فشار را فاقد هر گونه وجاهت قانونی می‌دانیم و خواهان ابطال هرچه سریعتر آنها هستیم. تا در همه عالم یکی زندانی است، در هیچ کجای عالم آزادی نیست. 2. لغو احکام ممنوعیت از تحصیل چند صد دانشجو در دانشگاه‌های سراسر کشور و همچنین ابطال احکام غیرعادلانه و مغرضانه هم دانشگاهیانمان، یعنی علی باقری و مسعود صالحی که همواره در دفاع از حقوق دانشجویان این دانشگاه کوشیدند و شجاعانه فریاد عدالت طلبی سر دادند. 3. استقلال کامل دانشگاه و واگذاری اختیارات حراست و کمیته انضباطی دانشگاه به دانشگاهیان و عدم دخالت نیروهای امنیتی در امور دانشگاه. 4. ایجاد فضای باز سیاسی در دانشگاه‌های سراسر کشور و لغو تعلیق انجمن اسلامی واقعی و نه جعلی که تنها تشکل دانشجویان مستقل میباشد. در پایان یادآور می‌شویم که موارد فوق حداقل خواسته‌های دانشجویان میباشد و تا رسیدن به آنها از پای نخواهیم نشست و همچنان که در گذشته نشان داده ایم احکام انضباطی فله‌ای، تعلیق، زندان و حتی شهادت کوچکترین خللی در اراده راستینمان ایجاد نخواهد کرد. ما زندگانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. ممنون از حضور گرم همتون، متشکر. همینجا اعلام میکنیم خدایی نکرده اگر قرار باشه هر گونه برخورد انضباطی با دانشجویان در این جمع فوق‌العاده مدنی صورت بگیره، بازم ما خواهیم ایستاد، این شمع‌ها نشانی از نور امید در تاریکی شبه که در دل تقاضا ما وجود داره برای رسیدن به فردایی بهتر، ایرانی آزاد، آباد و پیشرفته. با ذکر یک صلوات و خوندن یک فاتحه برای شهدایی که عکساشون در دستمون هست مراسم به پایان میبریم. باز هم تشکر میکنم از حضور همگی. یک صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرج